5 تومنه آشر. سلامت باشید. چه هم دست شما در نکنه. اینم 3. خیلی خوب. مثل خودت هرچی پیاز. من بچینم. آره موشم من بهش گفتم اینجا شما ببین بذارشون. آره نمیخوام بذاری کف قابلمه ها زمین نرسه. من تریش بگیر ازش. اونو بده من بذارم. اینم نونمو بازم هم؟ خب نه قابلمه ازش بود بازم اونو بذار اینجا الان قابلمه‌های بازار با اینجا. ببین هرچی قابلمه تو خونه بوده درست کردم آوردم. بذاریم. آره خیلی یه خلاص. خیلی حالا اگر میزا رو بده من میزمو بچینم وسط ها روی اونه ها. متشکرم. بده دونش. ببینید دارم برات مهمون. من همون بالکو دارم میام سر همون فلکه همینجا بذار من سرش میدم. دست گذارم کنم برعکس ندارم. بعد 45 دقیقه بعضی جاهاشو باید حتما
علی پلو. اینا هم خورشتامه یکی یکی به قیمه. اینم قرممه. آماده کردم. ببخشید. باشه اوکی. بگم قیمتاشونو. ببین آشام 75 تومنه، آش رشته، آش ماش، کشک و بادمجون، گوجه بادمجون. دیگه ارزم به حضور شما اینا همه 75 تومنه. رو چشم میدم. با مرغ دیگه. خب اینم دنبه سینه خوبه؟ بریزم؟ نوشه جون. کشک بادمجون هم بیاد. چشم. دو تا دونه رول من به شما میدم. بذار من این سلامت باشید. سلامت باشید. قربانش. سه دو شیر داره. سلام عزیزم. قربونت برم. بله چیو؟ کوفته‌تون هم یه دونه بدین. آشماشم بدین. آشماشم بدم. این درشو بزن. ببین قرمه سبزیم با دم گوساله است. لیموش هم بذارم براتون؟ یه دونه بذارید. آره. دیگه مشتری خاصه دیگه. خدایی چراغ بازاری ها. اینم لیمو بذارم؟ نه اینو نه.
همون بادمجونش رو فقط میذارم براتون. خب دونه 20 تومن 5 اینم 6 بی عزیز اینم 6 220 اینم 3 چی بذارم؟ کشیدی 3 تا دلمه؟ اینم نمک از این چرا خودی میگیم ما مادر بزرگ مادر من ازت معذرت میخوام معطل شد. خواهش میکنم. مرسی. نوشه جان. قابلمه. خب هیچی نریدم. سلامت. هیچی. بریم درشون بره. آره برو. دست در نکنه یک دنیا ممنون. نوشه جان. نوشه جان. خواهش میکنم. سلام وقتش. ببین باقالی پلو دارم با مرغ. باقالی پلو با مرغ سلام. آش رشته دارم. دلمم تموم شد. پلو سفید دارم با قرمه یا قیمه بادمجون یا مرغ فرق نمیکنه. کشک و بادمجون دارم، آش ماش دارم، گوجه بادمجون دارم، کوفتم دارم. یا کوفترم ببین. بیا کوفتمم ببین. کوفته. گوجه بادمجون. خوبی سلام علیکم. قربونت برم. خداحافظ عزیز دلم. خداحافظ. خدا خوش و پناهتون. یکی خدا داد نزنید. برای چی سرم دیگه داد میزنید آخه؟ حیف نیست؟ اومدید تفریح، اومدید گشتن. با این قاشق کشیدم ها. چیو؟ بذارم.
های تو چه میدونم والا باشه قدمت به چشم. خواهش میکنم. خدا نگهداره. چایی با بهار نارنج، چای دمی درجه 1 با بهار نارنج. باورتون نمیشه خیلی چایش خوش طعمه. اصلا همچی میخوری میچسبه میره تو رگ. خواهش میکنم. سلامت باشید. آره عزیزم. نه مگه میشه شما بری؟ باید بشینی. 2 تیکه نونم بهت میدیم. خب باش. آلوویامو تو یخچال جا گذاشتم رفت بیاره. خب نه میخوام اینم کش نه داغ پیاز داغ بریزم براش. آره آها من گفتم ایران نبودی. خب پیازم نریزم عزیزم. فقط کش. خیلی خوب. فقط ببخشید اشتباهاً یه ذره نعنا خورد. چه غذایی چه غذایی بهشون بده. خب شما یه دونه بودی، این یه دونه شما هم یه دونه بودی. 2 تا قاشق برات بذارم. بیا عزیزم. اونم 75 تومن. آره خب من کارت شما رو کشیدم. اون دارم کارتشون رو نکشیدم یادم باشه. خب گناه داره بنده خدا دیگه. خیلی وایستاد منتظر موند که ما سلام. حال شما خوبه؟ خب یه دونه بادم جون. چشم. این دیگه غذای سفارش گوجه نذارم؟ نه آبشو بریزم براتون. چشم. خب چنگال بدم به اینم چنگال. خب این 2 تا آشش رو حساب کرد. نه 175 تومن. کوفته هم دارم ها. کوفته هم خیلی خوشمزه است. بیاز. اینم چنگال. میخوای رو میز بشین تا وقت نوش جونت عزیزم. ادویه نداره؟ اینا ادویه برای مریض. چرا فلفل داره توش. فلفل نه تند نیست. به اندازه مزه داره. میخوای مزهشو بچش. ببین مزه باید داشته باشه دیگه. ولی اون ادویه‌ای که مثلا ببین نه به درد مریض میخوره. آره منم 2 تا بی زحمت
کوفته بذارم براتون؟ آره اولویه هم میخوام. خب باشه. میخوای ببری دیگه؟ آره خب شما چی؟ شما میخوایم بخوریم یا میخوایم ببری؟ چرا؟ جا داریم، صندلی داریم، میز داریم. آها خیلی خوب. خب 2 تا بذارم براتون. باش خودشان بریزیم. بله هستش، بازم کوفته دارم. حالا خودت، من میگم آدمایی که هستن باید، من موظف هستم و حقشونه که غذای سالم بخورن. مرسی. حق همه هست که یه کوفته برات بذارم. یه دونه آشم. آقا شما من مشتری دارم. پرسی 75 تومن. ببین این الان یه پرسم شد. خب چشم. 2 بشینی خانم بیان بشینی. اینم 3. خیلی خوب. 1 2 اینم 3. اینم 3 تا پرس اولویه. خب اولویتون با مرغه یا با با ژامبونه؟ نه ببین با ژامبون بیرون درست میکنن. مرغ، تخم مرغ، نخود فرنگ. خب ببخشید. خیلی خب این الان خودش داغ میشه، هم داغ میشه، خوب میشه، هم دست شما درد نکنه. خب خانم چه می‌خوام برو برگرد. نه یه دفعه بخواید کمکم کنید. گوجه بادم جون الان نباشه. بیا زیاده. خب روغنش بریزه. بیا روغنش بریزه. باشه لباس نمیز. خب بیا رنگش پررنگ بدن. درسته هر کاری کنی خوشحال. لیمو بذارم؟ نه لیمو دست من. قرمه سبزیه. بله قرمه سبزی. اصل کار رو کرده دیگه. بلکه بده دیگه. الان دارم میگم همون چیز دارم. قاشق برداشتی؟ قاشقم بردار. اینم. چند قاشق چی رو می‌خوای حالا؟ کشک بادم جون می‌خوای؟ از من چه برای بپرسم من دیگه بیدم ببخشید چه رنگیه؟ شما مشتری هستی، منم همیشه میگم حق با مشتری. چی بذارم براتون؟ سینه. خب هم یه دونه سینه مونده. خیلی آش رشتم داره. چشم. خوبه آش خانوم؟ آره دست درد نکنه. این قاشقش هم گذاشت. یک کشک بادم جونم بده. یک کشک بادم جونم بدم. چند؟ خلاص شما شنبه ها هم هستی؟ نه شنبه نمیام. من یه دونه آش میدم یه دونه یه آش یه اولویه. بعد من نخریدم به کارم. باید دیزاینش درست بشه ببری شما. اینه آره. فقط روغنش کرد. چند بریزم؟ روغنش. مرسی.
خوبه؟ قاشق 2 تا یا یکی؟ یه دونه کافیه. تمام این که این نونم. خب من برنج اینو بکشم. راست میگه. ترچینه چی مثل ترچینه مثل خود ترچینه. خب یه دونه گوجه بادمجون برای خودت بکشم. چشم. قاشق. اینم نون. یه دونه 2 تا. اینم 2 تا. خب آشم الان برات میکشم. چشم. یه 175 تومن، یه 75 تومن، 250 تومن. خب حالا یه 2 تا نون بهمون بده. نه 2 تا زیاد. یه دونه نون بده این ور. پیاز. اینقدر خوشمزه دارم می‌بردم. نوش جونت. قاشق نمیخوای؟ قاشق. نوش جون. مرسی آقا. خیلی خوب. یاش. معذرت میخوام مریم جون. من ببین من ماشین رو برد تا کار رفتم. بخوای انگلیسی کنی سلام عزیزم. قربان شما خوب هستی؟ خواهش میکنم. نریزم؟ بیشتر بریزم؟ نه نه این پیازم حالا براتون میریزم. جان. خواهش جانم. خواهش میکنم. چشم. قاشق هم اینجا هست. خب 2 تا. بای بای.